خب با جلسه سوم در خدمت شما هستیم دوستان. تو این جلسه میخوایم مدیریت متریال ها رو خدمتتون عرض بکنم و ببینیم چجوری باید پروژه رو متریال دهی اولیه بکنیم و این متریال دهی بیشتر دوستان برای تفکیک متریال هاست توی آنریل که ببینیم خب این متریالش چوبه، این تکسچر چوبه سمون، چون بیشترش ما از کوکسل بریج استفاده می‌کنیم و کیفیت متریالی که تو خود آنریل انجین می‌سازیم یعنی چیز فضاییه، خیلی متفاوته. نه اگه 3D Max کرونا بد باشه، چون تو پلتفرم خود آنریل انجین هست دیگه بهتر همونجا استفادهش بکنیم. حالا هرچند من اینجا ساخت استراکچر متریال رو بهتون میگم، یه جورایی این جلسه در واقع جلسه ساخت متریال ادوانس، متریال پیشرفته کرونا هم میشه. یعنی شما باید دو نشون هم زد اینجا دارین متریال سازی کرونا رو هم یاد میگیرین. خیلی خوب، من شروع میکنم با یک موضوع مهم. اول بهتون بگم یک سری متریال ها و تکسچر ها رو آنریل انجین نمیخونه، آنریل انجین ساپورت نمیکنه. بله این که اومد تو دیوار موو شد. خب در مورد گروپ بندی هم که بهتون گفته بودم جلسه قبلی، اینا رو یک سری تکسچرها رو آنریل انجین نمیخونه. مثل چی؟ مثلا این. حالا بذارید من این گلوبال ایزوله بکنم، این نکنیم. من متریال ادیتور رو میارم بالا. ببین اگه ویره هم باشه فرقی نداره. ویره اصلا الان شما یه آبجکت ببینید، صحنمون الان کرونا، من موتور رندرم الان کروناست. خب شما اصلا ویره باشه یا اصلا دیفالت اسکن لاین آرنولد به هر فرقی نداره، هر چی باشه دیتا اسمیت خروجی میگیریم و میخونه، بحثی توش نیست. من اینجا قطع چکون میزنم به این آبجکت. ببینید مثلا این برگ، آره این برگ، من میرم توی دیفیوزش، ببینید کروناست، فرقی نداره بیاش. میرم تو دیفیوز، ببینید تو سایدد متریاله. خب تو ساید تکسچر هست، در واقع فرانت بکه. اینو من چیکار میکنم؟ ببین من اگه اینو توی آنریل انجین برم، این تکسچر رو نمیخونه، همینطوری سفید میفته یا سبز میفته، شناسایی نمیکنه این تو ساید دو. واسه آنریل انجین یه چیز غیر قابل تصوری همچین تکسچری، یکی تیره تره یکی روشن تره، به خاطر اینکه یکی پشته یکی روه. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ این تکسچر رو تبدیل میکنیم به یک دیفیوز. یک کدوم از اینا رو میذاریم توی در واقع این لایه‌مون، یا اینکه ببینید کپی میگیریم میایم توی لایه دیفیوزمون، اگه ویره باشه همینه، اینجا پیست میکنیم. میبینید اینجا پیست میکنیم. این داستانش اینطوریه، یعنی شما بایستی این تکسچر رو اینطوری لحاظ بکنید و در غیر اون صورت میگم تکسچرتون نمیخونه. ببینیم اینجا رو من مثلا این ببینم کدومه، اینه. خب ببینیم اینا، این تکسچر رو توی آنریل انجین مثلا من اینو کپی میکنم توی این پیست میکنم. ببینید این تکسچر، پس باید این تکسچرهایی که تو سایدت هستن یه جورایی از بین برن. این موضوع اول اون بود و بقیه در مورد باقی آبجکت هم همین، باید اینو تست بگیریم رو همشون دیگه. میگم تستشون به عهده خودتون. اگه دیدین تو سایدت هست، این نیست، ببینیم این نیست و میتونه خیلی راحت اینو اینجا بارگذاری بکنه. و این ببینیم این فکر می‌کنم تو سایدت داشته باشه. اینه تکسچر برگ. تکسچر برگ رو پیدا کنیم ببینید، و این تو سایدت نیست، یعنی یه مپه، یه دیفیوز خامه و بنابراین این میخونه، هیچ مشکلی نداره. الحمدلله این ادیتمون کمتر میشه دیگه، توسعه داره دوباره اینا رو ادیت بکنه. و بعدی اینم که نداشت، این همون برگ همون گیاهه، اینا تو سایدت نداشتن. بله. و این موضوع اول. موضوع دومی که لایت متریال رو آنریل انجین خیلی راحت میخونه. اینجا لایت متریال داریم، راحت آنریل انجین میخونه. و حالا میام شروع میکنم به ساخت یک سری تکسچر. خب این متریال چوبمون هست. هر کانالی که من اینجا تکسچری که میسازم، آنریل انجین همونو برای من لحاظ میکنه. مثلا اینجا براقیت دارم، گلاسینز دارم. ببینید این گلاسینز رو من میذارم مثلا روی 80%. میبینیم مات‌تر شد. این همونجا توی آنریل این پارامتر داره، میتونیم همونجا شدت کم کنیم و گلاسینزش رو کمتر و بیشتر بکنیم. حالا این متریال رو ما چجوری میسازیم؟ ببین من اینجا یه گوی خالی میگیرم، یه دونه رو براتون میسازم، دوتا رو دیگه بقیه رو شما طبق همین استاندارد بسازین.
لگسی متریال توی دیفیوز حالا یه اسم بهش میدیم. دیفیوز من یه چوب میسازم. خب بیتمپ حالا همین چوبی که ساختم رو نمیسازم، یه چیز دیگه میسازم برای شما که در واقع یکم تنوع بشه. حالا ببینم تکسچر پیدا نمی‌کنیم. اینو مثلا میگیرم، اشکال نداره. اینو میگیرم، دیفیوز دادم، به رفلکت کانال سیاه‌سفید همینو میدم. کانال سیاه‌سفید همینو میدم که مثلا اینه، برای ایناست. اوپن و اینجا شدت رفلکت رو میذارم روی 1. میبینیم انعکاس لحاظ شد. همینو به گلاسینز هم میدیم، اینستنس. گلاسینز رو یه چند شماره کمتر کنیم. خب حالا چجوری کنترل کنیم براق‌تر بشه؟ با این دو تا عدد در واقع اونجا مپ تکسچر میدیم و از اینجا کنترل میکنیم شدتش رو. رفلکت میذاریم روی 60، این میذاریم روی 55. میبینیم به این صورت. اینو حالا درگ میکنیم روی بامپ اینستنس میکنیم و شدتش کمتر میکنیم دیگه، ممیز 3. این به این صورت مثلا منفی ممیز 2، چون این تو رفتگی باید بشه. آره میبینیم به همین سادگی. اگه میخوایم براق‌تر بشه اینو باز کمتر میکنیم، 25 گلاسینز رو. دقت کردین؟ 35. بعد اینو به اون آبجکتی که ساختیم اختصاص میدیم. اگه دوست داشتین، حالا هر جوری که دوست داشتین اختصاص میدین. البته من اینو باید روتیت کنم 90 درجه. میبینیم به این صورت به تکسچر اون اختصاص میدیم. حالا اینکه به عنوان در واقع سامپل نمونه بود، حالا من به عنوان نمونه بهتون گفتم. چوبی که من ساختم همینه، با همین تاکتیک میبینیم. رفلکت و گلاسینز، یه مپ سیاه‌سفید داریم اینجا و دیفیوز و بامپ دیگه. حالا بامپ هم شدت داره و شدتش میشه 3. خب به این صورت 90 درجه است. به این یک کالر کارکشن هم دادم در واقع. خب این از این. من این 3x3 تایلش، من اینجا یه اشتباه کردم دوستان. ببین اشتباهم چی بود؟ من اینجا اینا یکم ریز کردم تایلو. ببین این تایل 3x3 تایل دیفیوز هم، کانال دیفیوز هم 3x3، ولی رفلکشن و گلاسینز هم 3x3 است. این هم باید 3x3 بکنیم که این تکسچر قشنگ روی همدیگه بشینه. ببینیم این درسته. الان اینم که اینستنس بدن خودشون درست میشن. خب اینا رعایت کنیم. بعد اینجا یه سنگ داشتیم. سنگ هم یه دیفیوز خیلی خیلی ساده بهش دادم. یه دیفیوز ساده. حالا اینا رو من توی بریج میدم. یعنی واقعا سخت نگیرین توی این موضوع. پارچه ها اینا همه رو توی بریج میدیم. من فقط میگم یه متریال در واقع خیلی شماتیک اولیه ساختم. همه اینا تو بریج لحاظ میشه. آبجکتاتون همشون باید یو وی دبلیو، حالا من یو وی دادم کانورتش کردم. همشون باید یو وی دبلیو داشته باشن. حتما همشون باید یو وی دبلیو داشته باشن. تنظیم بکنیدشون، چون که توی آنریل انجین اون وقت توی قسمت تایلینگ یه مقدار داستان داره، به مشکل میخورین. بعدن تکسچرها نمیخونه روی آبجکت. همشون باید یو وی داشته باشن و همشون هم بایستی، حالا اگه میخواین از متریال خود تیری مکس استفاده کنید، باید که این کانالای رفلکت و در واقع بامپ و این تنظیمات رو هم در واقع داشته باشن تا اینکه ما بتونیم آنریل انجین راحت تر کار بکنیم. برای ساخت فلز هم ببینید من یه فلز خیلی خیلی ساده اینجا دادم. میگم فلز رو هم ما اونجا براتون اونجا میسازیم. فلز رو از اون وقت فرقی نداره. یه رنگ مشکی تقریبا با روشنایی شیشه، چون مشکی ما هیچ وقت نداریم. سفید هم نداریم بچه‌ها. همین در حد 7-8 خوبه. و موضوع بعدی این که با این کانال پارامترهای رفلکشن و ریفرکشن مپ هم بهش ندادم که ما معمولا به رفلکشن مپ اثر انگشت یا یه سری در واقع خط و خش میدیم بهش، ولی میگم اینا همه رو توی آنریل انجین ما تنظیم میکنیم. ولی موضوعی که وجود داره این که این آبجکت هامون چون اینجا مپ ما توی آنریل انجین میخوایم بهش فلز بدیم، چون اونجا هم خط و خش داره یعنی تکسچر داره و تکسچر داره یعنی اینجا که ما باید بهش یو وی بدیم. ما اینجا یو وی رو به این آبجکت میدیم. یو وی دبلیو رو به این آبجکت یونیورسال مثلا بهش میدیم 88 تا یا مثلا لیست 44 تا بهش یو وی میدیم. مثلا 44 در 44 خوبه. یه یو وی
واسش تعریف میکنیم اینجا، چون بعدا میخوایم مپ بدیم به مشکل نخوره. این حواسمون باشه. یا این فلزا، به اینم یه یووی من میدم، این رسید اکس فرم باید بشه. من یه چشمی بهش میدم. خب به این صورت، بذار اینم کوچیک‌تر کنم. به این صورت الان هیچ مپی نداره، ولی ما یووی رو بهش میدیم تا اینکه بعدن که آنریل انجین رفتیم تکسچرهایی از آنریل انجین خواستیم لود بکنیم به چالش نخوریم. همینطور این رو هم میتونیم بهش یووی بدیم. حالا کابینت شده با طرح چوبش کردیم دیگه. حالا شما یووی رو بدین، ضرر که نداره. و این اساس کل آبجکت گذاری ما شده. و یک موضوع خیلی مهم، حالا من می‌خواستم رسیدیم توی آنریل انجین بهتون بگم بعداً توی مدل سازی انجام میشه. توی آنریل انجین برای اینکه لومن، حالا میگم چون شما ذهنیتی از لومن ندارین، خواستم اونجا بهتون بگم، ولی در واقع حالا برسیم اونجا بهتون بگم. ولی موضوعی که ما مدل سازیمون رو بایستی اینجوری انجام بدیم، یعنی این دیوار بایستی من یک کپی ازش بگیرم این طرف اینستنس، یک کپی میگیرم اینجا بهتون میگم. آنریل انجین باید اینجوری مدل سازی بشه. می‌بینید اینا بشه یه لایه. و این کارا برای چیه؟ اینجا دیتچ کردن. این هم زوایا باید بشن یه لایه. می‌بینید اینا، می‌بینید چی میگم؟ اینا باید بشن تیکه تیکه بشن بهتره. یا حتی اینا رو هم جدا کنیم. اینا حالا چون دیوار بزرگتریه، خب مثلا این وریا رو با هم دیگه بگیریم. اینا برای پردازش بهتر نور هست دوستان. وقتی که ما این کارو میکنیم، این اوتو سیو هم دیگه، وقتی که این کارو میکنیم این نور روی این دیوارا وقتی که برخورد میکنه دقت پردازشش بیشتر میشه. و یعنی ما دیوارایی که توی یک مسیر هستن و در واقع یک لایه میکنیم، دیتچ میکنیم. بذاریم مثلا من اینجوری بهتون، مثلا این یکی، حالا مثلا اینم خوبه، این یه لایه میشه، یه دیوار میشه، یه آبجکت میشه. یعنی میگم لایه آبجکت منظورمه. ببینیم یا یکی، ببین توی پلیگان این یکی رو ببینیم، میبینیم این یکی یه لایه میشه، یک آبجکت میشه. ببینیم این دوتا یه لیر میشن، یه آبجکت دوباره میشن مجزا به این صورت. یعنی همه اینا جداست برای پردازش بهتر. البته خب من اینو خیلی بد گرفتم دیگه، اون لایه پشتشه، یعنی این بایستی با این می بود. میبینی این بایستی با این می بود. من اونجا اشتباه گرفتم در واقع، یعنی این دوتا با تو هم دیگه قرار می گرفتن. نگاه کنیم اینجوری، این یه لایه میشد، این یه آبجکت میشد، این یه آبجکت میشد، این یه آبجکت به این صورت، چون پردازش نور بهتری داریم. حالا ما اینجا انجام میدیم وقتی رفتیم توی آنریل انجین لومن رو من قشنگ بهتون نشون دادم. وقتی رندر میگیرین مثلا توی این قسمت که اینجا یکم کنج هست، فرضاً اینجا که یک گوشه هست، اینجا مثلا میبینید لکه سیاه میفته روی این دیوارها، اونجا لکه میفته. بنابراین ما اینجا این آبجکت ها رو واسه همینه که مثلا اینو یه دیوار میگیریم، اینی که این طرفیه یه دیوار میگیریم، یه آبجکت مجزا میگیریم. بریم توی آنریل انجین به مبحث لومن برسیم. من خدمتتون عرض میکنم داستان چیه و موضوع آخر که دیگه مهمترین موضوع، این که این آبجکت هامون رو همشون رو ما چنفر میزنیم. خب همشون رو ما چنفر میزنیم، یه چنفر خیلی ممیز 4 به این صورت، چون دیوار گوشه تیز که نداریم ما معمولا که به این صورت. اگه مدل سازی درست میگم انجام بدیم واسه همین ببینید چنفرها چقدر تمیز شدن. ببینیم گوشه ها چه تمیزه چنفرامون. اجازه بدید اینجا نشونتون بدم. ببینید به این صورت چقدر چنفر تمیزی داریم. خیلی خب، این از این که من میگم، بازم تکرار میکنم، این مقوله خیلی خیلی مهمه برای پردازش نور و محاسبه لومن توی آنریل انجین. بنابراین بذاریم ما وارد آنریل انجین شدیم، بنده قشنگ با دیگه با دلیل که شما متوجه بشین چرا این کارو میکنیم خدمتتون عرض میکنم که چرا باید این کار انجام بدیم. و موضوع آخر در مورد این جلسه که موضوع به اصطلاح سن منیجمنت میشه، این هایرارکیز پیوت هاست که همه پیوت ها باید بیس و سنتر، یعنی پایین آبجکت، مرکز و پایینش قرار بگیره. مثل این
که وقتی میچرخونین از اینجا، وقتی اسکیل میکنین از صفر اسکیل بشه. توی آرنجی خیلی اثرگذاره. مثلا آبجکت دارین، آبجکت گذاری میکنید در مثلا پیوتتون اینجا نباشه، خب مثلا آرنجی میخواین کاری بکنید میگین ناقصه دیگه. خب حالا ما برای این کار چیکار میکنیم؟ برای این حالت میایم، حالا من راه خیلی ساده، حالا اسکریپت و پلاگینه که من تو دوره کرونا خودم گفتم، ولی میایم اینجا، بذارید من اینو درست بکنم. میایم توی هایرارکی افکت، حالا اینو میذاریم روی سنتر آبجکت. بعضی که سنتر آبجکت آوردید با همین دستور اکسیس کانسترینت آلتی که بهتون گفتم جلسه قبل، تو محور ایگرگ یا تو محوری که هستین 100% ایگرگ میشه، اینو میاریم به پایین ترین قسمت آبجکت میچسبونید، ببینید به اینجا. بعد دوباره افکت رو میزنید، این الان اومد تو پایین، میبینید زوم کنیم در واقع اسکیل کنین از پایینش اسکیل میشه. یا یه آبجکت دیگه، چون من اینو همین پیوت عادت دارم مرکز میارم، سنتر انا کنین، یه بار میان هایرارکی افکت میذارین روی سنتر. سنتر که آوردین، حالا همزمان که فعاله، اکسیس فعاله، موو رو میگیرین توی محور ایگرگ، البته اسنپ روشن باشه، توی محور ایگرگ این پیوت رو میچسبونیم به پایین ترین نقطه، میبینیم پایین ترین نقطهش. دوباره افکت رو میزنیم، خب به این صورت. خب و برای همه آبجکت ها همین کار رو میکنیم. مثلا اینو ببینید، این که خودش یک تیوی وال هست، نکنیم افکت اسنپ تو محور ایگرگ میچسبونم به پایین ترین نقطه، دقت کنید به پایین ترین نقطه اینجا، که اینجا صفر هم بکنیم چون آبجکت هم روی صفر صفر قرار دارن، میتونید محور زد صفر هم بکنید. بعد این کارو کردین، افکت رو دوباره میزنیم. دوباره یه چیز دیگه من براتون تست بگم، این درا همه در واقع اینجوری. حالا فرض کنید شما این پیوتش مرکز نیست، میاریم توی هایرارکی افکت سنتر، بعد روی سنتر گذاشتیم، اسنپ رو روشن میکنیم، مطمئن شدیم مرکزه، فقط تو محور ایگرگ میاریم توی پایین ترین نقطه. یا اگه مطمئن بودید آبجکتتون روی صفر صفره، اینو صفر میکنید زدو، دوباره افکت رو میزنیم به همین سادگی، میبینید. و همینطور میبینید، من میگم طبق عادت خودم همیشه این کارو میکنم. من این گروپ رو اوپن میکنم ببینم این آبجکت هامون، میبینیم همه اینا بیس تو پیوت، همه پیوتشون تو مرکزه، قسمت پایین و مرکز هست. اینا هم همچنین و اینا هم که خب دیگه مهم نیست دیگه از بالا پایین باشه. اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو باید به سقف بچسبونیم، بالاترین نقطه. افکت سنتر، اسنپ رو روشن میکنم، اینا رو دیگه میچسبونم به بالاترین نقطه، میچسبونم به بالاترین نقطه. چرا؟ میگم اینا رو دیگه اونجا قرار نیست انقدر ادیت بکنیم. افکت رو میزنم چون یه وقتی خواستیم پایین بالا بیاریم ارتفاعشو از اینجا تنظیم بشه. ببینید خوبیش اینه، پیوت یعنی پاشنه دیگه. خب معمولا دیگه اینقدر دیگه چیز نداریم، کاربرد نداریم با این یکی. اینا اینستنس میگیرم اینجا. میز نیفتاد، مرکز میز نیست. خیلی خوب، این اینجا باشه، این هم اینجا، تقریبا مرکز باشه. این دوتا هم از این. خیلی خوب. و باقی داستان هم همین. اینا من گروپ اوپن میکنم ببینیم که این آبجکت ها، ببینیم همشون پیوتاشون تو بیسه، خیلی ترتمیز و منظم. و اینم که موضوع آخری بود که از این جلسه خواستم بگم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در واقع تونسته باشم که حداقل جدای این که آموزش‌های اولیه، یعنی آموزش‌های صحنه رو خدمتتون عرض می‌کنم، جدای از اون یه سری نکته هم بهتون گفته باشم که توی حالا پروژه‌های دیگه‌تون هم به درتون بخوره، حتی پروژه‌های رندرینگتون هم به درتون بخوره، چون یعنی واقعا نکات کاربردی هستن اینا. و اینکه بریم تا جلسه بعدی که در واقع خروجی گرفتن از فایل اون میشه و دیگه آخرین مرحله که تو 3D مکسیم و بعدش دیگه 2 جلسه بعدی میریم دیگه سراغ آنریل. ممنون که بازم با هم همراه بودین. تا جلسه بعد.